درود به همه، امیدوارم هر کجا که هستین حال دلتون کوک باشه. به چنل MD Beats خوش اومدید. امروز میخوام رمز یک راز بزرگ رو بهتون یاد بدم که میکس و مسترینگ کارات واویلا صدا بده. یه سایت هوش مصنوعی رو میخوام بهت معرفی کنم. اگه پایه‌ای که بیای با من این راز بزرگ رو کشف کنی، حتما چنل من رو سابسکرایب کن، لایک کن و با کامنت های باحالت بهم انرژی بده. Let's go. خب خیلی خوش اومدین دوستان عزیز. در ابتدا وارد سایت creomix.com میشیم. وارد این صفحه میشید. ببینید 3 مرحله به ما داده. مرحله اول آپلود، مرحله دوم ولوم وکالمون رو میکس میکنه با موزیکمون و مرحله آخرم که دانلود. از قسمت اول تا قسمت دوم کارمون رو میکس میکنه و از قسمت دوم به انتها مسترینگ کارمونه. بسیار خوب. قدم اول رو فهمیدیم چی شد. قدم دوم، در قدم دوم میگه که drop your beat here. اوکی، موزیکتون یا همون بیتتون رو، بیت خالیتون رو میتونید در این قسمت آپلود کنید. حداقل یک فایل باشه تا سقف 100 مگابایت و تا سقف 6 دقیقه. پسوندشون هم ویو باشه و mp3. قسمت دوم میگه که drop your lead vocals here. در این قسمت هم میگه که وکال اصلیت رو آپلود کن. حداقل یک فایل باشه، راو یعنی بدون افکت، هیچ افکتی روش اعمال نباشه و اونم تا سقف 100 مگابایت و 6 دقیقه و پسوندش هم ویو و mp3. در این قسمت هم که بک وکالمون قرار میگیره، حداقل یک فایل بدون افکت، 100 مگابایت بیشتر نباشه، 6 دقیقه، پسوند ویو و mp3. بسیار خوب. در این قسمت هم استارت میکسینگ که دیگه شروع میکنه برای میکس کردن کار. اولین قدم گفته که بیتت رو آپلود کن. بسیار خوب. صبر میکنیم تا اینکه بیتمون آپلود بشه. بسیار خوب. بیتمون آپلود شد بچه. بریم سر وقت وکال. وکالمون هم به همین شکل آپلود میکنیم. در این قسمت ببینید که فایل وکالمون هم آپلود شد. اگر بک وکال هم داشته باشیم میتونیم آپلود کنیم در این قسمت. بسیار خوب. استارت میکسینگ رو میزنیم. این صفحه برامون باز میشه. خب در این صفحه باید باز صبر کنیم تا اینکه اینجا آپلود بشه، باز برامون میکس کنه ببینیم چی کار میکنه. بله الان داره صداهامون رو آنالیز میکنه. بله در این قسمت میبینید که مرحله میکسمون به پایان رسید. میتونیم گوش کنیم حالا. خب برامون کلا میکسش کرد. چقدر جالب، چقدر جذاب بود. خب بسیار خب. در این قسمت این لاین بیتمون هست. در این قسمت از اینجا خب من یه توضیح بدم در مورد اینجا. ببینید در این قسمت میتونید آکوردها رو تغییر بدید. حتی چقدر جالب. در این قسمت میتونید EQ کنید. در این قسمت میتونید اکولایزر موزیکتون رو تنظیم کنید. فعلا ما دست بهش نمیزنیم. در این قسمت میتونید های پس موزیکتون رو بیشتر و کمتر کنید. در این قسمت میتونید مید رنج موزیکتون رو تغییر بدید. در این قسمت میتونید لو و بیس کارتون رو کمتر و بیشتر کنید. در اینجا هم میتونید که کامپرسور بدید، یعنی هر چقدر شدت رو بیشتر کنید حجم موزیکتون بیشتر میشه و موزیکتون بیشتر صدا میده و هر چی کمتر کنید هم کامپرس کمتر میشه و
حجم موزیک و صدای موزیکتون کمتر بشه. خب ما میذاریم به عهده خودش، شما قرار نیست اینجا دست به هیچ کاری بزنیم. تمام تنظیمات رو به صورت پیش‌فرض سیو میکنیم. بله، در قسمت وکال هم همین گونه هست که کلی افکت برای ما گذاشته. میبینید که از حذف صداهای اضافه و نویز گرفته تا کلی افکت های خیلی جذاب داخلش هست، میتونید اعمال کنید. بریم اینجا افکت اول رو بهش میدیم. افکت اول رو بهش دادیم، صدامون رو صاف کرد، چقدر باحال شد. یه بار دیگه ثبت میکنیم تا اینکه افکت هایی که گذاشتیم رو اعمال کنه روش. خب در اینجا میریم سر وقت مسترینگ کار، روی استارت مسترینگ کلیک میکنیم به این صورت و صبر میکنیم تا اینکه مسترینگ کارمون رو هم بزنه در کمتر از 30 ثانیه. چه جالب، ما یه عمر اشتباه میزدیم. بسیار خوب بچه‌ها، کارمون رو میکس و مستر کرد این سایت. یک بار بریم قبل رو بشنویم و یک بار هم میریم بعد از مستر. بسیار خوب، اورجینال کارمون رو میشنویم اول. دیگه دروغ تو صاف در نیامد، آمار تو دارم یه اکسل من نالرانه چام خونه ویرانه نچوبی. خب دوغون بود دیدین. حالا میریم یک بار با مستر کار میشنویم. دیگه دروغ تو صاف در نیامد، آمار تو دارم یه اکسل من نالرانه چام خونه ویرانه نچوبی. فوق العاده بود، باورم نمیشه بچه‌ها. این سایت فوق العاده است، حتما از این سایت استفاده کنین، خیلی بهتون کمک میکنه. خیلی جالب بود. کارمون رو میکس و مستر کرد. فقط کافیه شما لاین وکال خالیتون رو خروجی بگیرین، بندازین این تو و بیتتون رو هم خالی بدون هیچ افکتی خروجی بگیرین و بدین به این سایت. کامل براتون کارو میکس و مستر میکنه و میبینید که نتیجه کارم میشه اینی که دارید میشنوید. خب حالا بریم میکس و مستری که خودم زدم روی این موزیک رو با هم دیگه گوش کنیم. از انی چس از آرزو بگیم برام، تمام روزا رو مسدود کردن گفتن فقط مسئول نیمد آمار رو من نالرانه چام خونه ویرانه نچوبیره میمانه دلیش کیا ایرانه با کی دلی رها. خب حالا اینجا اینو گوش کنیم. صاف در نیمد آمار تو دارم نالرانه چام خونه ویران بیره میمانه. خب حالا ما رو خودم رو گوش کنیم. من نالرانه چام خونه ویرانه نچوبیره میمانه دلیش کیا ایرانه. خب در آخر بگم که بچه‌ها این یک سایت هوش مصنوعیه و تشخیص اون و اصلاح کردن اون هیچگاه مثل این تخصصی که خودتون دارین نمیشه. خب و این فن و تخصص و این خلاقیتی که شما توی میکس و مسترینگ کارتون میذارین هیچ وقت به پای میکس و مسترینگ یک سایت هوش مصنوعی نهایتا بتونه یه همچین میکس و مسترینگی به ما تحویل بده. مرسی که تا اینجای کار با من بودین و خسته نشدین. دمتون گرم و امیدوارم که تونسته باشم کمکی کرده باشم. اگر از این سبک ویدیوها لذت میبرید حتما توی کامنت ها برام بنویسین و اینکه خیلی لذت بردم در کنار شما بودم. برای حمایت از من لطفا چنل من رو سابسکرایب کنید، لایک کنید و با کامنت های باحالتون بهم انرژی بدید. تا ویدیو بعد بدرود.